در شهر استقلال نشست مطبوعاتی با اجراکننده وظیفه رئیس شهر برگزار گشت. قبل از آغاز نشست، اجراکننده وظیفه رئیس شهر دوران زاهدزاده با خبرنگاران در معرکه نیالشنانی در کوچه مرکزی شرکت نموده نیالهای همیشه سبز شنانیدند. نشست مطبوعاتی در تالار قصر فرهنگ شهر با اشتراک نمایندگی از وسایط اخباری عمومی جمهوری ولایتی و محلی جریان گرفت. اجراکننده وظیفه رئیس شهر دوران زاهدزاده اوید به برد و باخت فعالیت ساحه‌های مختلف خوجگی خلق شهر در سال 2020 معلومات داد. در جریان نشست مطبوعاتی به مسئله فعالیت کارخانه متالورژی مشترک با جمهوری خیتای که آن زمان فعالیت ندارد بیشتر توجه ظاهر گردید. فعالیت کارخانه باید در 3 مرحله عملی میگشت و در این صورت حدود 1400 نفر با جای کاری تامین میشدند، ولی با سبب‌های گوناگون آن این زمان فعالیت ندارد. سوم مسئله‌اش ناخونهایی که در بازار جهانی پخش شده است نسبتی محصولات استحصال می‌کنید و معلوم است که اون مثال سوریکو امروز زیاد خودش بکار می‌کنه. این سه مشکلی که اون گفتم بعضی پرابلمی که در خود منیجمنت کارخانه است که اون مشکلی دولتی دیگر از طرف نه جمهوری تاجیکستان نه جمهوری قزاقستان این رابطه خود کارخانه مشترک باید این مسائلش رو بررسی کنند در اون سطح کنند. از فعالیت باز ماندن کمیونیته متالورژی یکی از مسائل‌های مهم به حساب رفته. در جریان نشست مطبوعاتی از طرف چندین نمایندگان وسایط اخباری عامه وابسته به پهلوی آن سالها پیشنهاد گردید. با تاکید دوران زاهدزاده جانب تاجیکستان همه عهدهداری‌های خود را اجرا نموده است. انتظار می‌رود که جانب چین عهدهداری‌هایش را اجرا نموده طبق وعده ماه اپریل سال جاری کارخانه دوباره به فعالیت آغاز می‌نماید. ما تیار هستیم اون کاندیدی اون رسوایی که بود از طرف مقامات اجرایی دولتی شهر بررسی کرده شده و برای همکاری ما اصرار کردیم که تیار هستیم از ما وابسته مسائل شما حتما حل خواستیم. باید 3 مرحله باید کارخانه منجر میشد و در همین 3 مرحله 400 نفر با جای کاری دائمی تامین میشد. مشکلات کارخانه داشت وابسته به تامین حل شده است و خط گاز مشکلی داشت حل شده است از طرف مقامات اجرایی دولتی ولایت حکومت جمهوری همه مسائلی که وابسته به طرف تاجیکستان حل کرده است. برای حل و برطرف نمودن مشکل‌های در سمت فعالیت این کارگاه جای داشته وزیر صنعت کشور رئیس ولایت سوغد سفری کاری انجام داده با مسئولین کارگاه گفت و شنید نمودند. باید گفت که کارخانه متالورژی مشترک یکی از کارخانه‌های پر اقتدار محسوب یافته در صورت پورا فعالیت نمودنش به ساحه اقتصادیات شهر و وضع زندگی مردم تأثیر نظر رسمی می‌رساند. و محترم رئیس دولت هم سپارش دادم و باید کارخانه قبول کردگی هستم. وعده دادم که تا ماه اپریل کارخانه را فعال سازند و ما هم انتظار اون هستیم برای که همچنان انشاءهای اجتماعی که در ذمه‌شان است از جمله بنیاد کودکستان نو و ترمیم راه‌های درون شهری دارند در شهرنامه‌شان دارند باید به اجرا رسانند و محترم وزیر صنعت هم سپارش دادم و رئیس ولایت هم سپارش دادم. باعث ذکر است که جمعیت دارای مساحت محدود شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای در صورت فعالیت بردن از 3 عدد کانی دارای معدن سرب و راه از جمله پایبولاق، زرنیسار و زرنیسار شمالی استفاده میبرد. کارخانه هنگامی در حالت استحصالی قرار داشتنش امکانات دارد که 50,000 تن معدن را در یک سال کارکرد کند، ولی عین زمان کارخانه از فعالیت باز مانده است و مسئولین امید دارند که مشکل‌های جای داشته راه حل خود را پیدا میکند و فعالیت کارخانه باز به راه مانده خواهد شد.